سناریوی حذف عادل فردوسی پور از شبکه 3 و برنامه 90 بسیار عجیب و پیچیده و مهندسی شده است، تا جایی که بعد از انتشار اسناد و مدارک قطعاً دود از سر هر کسی بلند میشه و پرده از یک سری رازها برمی‌داره، رازهایی که نه تنها به حذف عادل فردوسی پور از برنامه 90 ختم میشه، بلکه نشون میده صدا و سیما با حمایت یک سری افراد رانت‌های میلیونی و میلیاردی داره انجام میده و قطعاً شورای نظارت بر صدا و سیما باید پاسخگوی این اسناد و مدارک باشه و دستگاه ناظر هم باید پیگیری‌های لازم رو زنی‌های بسیاری شده بود که علت حذف عادل فردوسی پور از برنامه 90 اختلاف او با مدیر جوان شبکه 3 یعنی علی فروغیه که پسر باجناق حداد عادل. و فکر کردم بعد از اینکه عادل فردوسی پور در مراسمی که برنامه 90 به عنوان یک برنامه پربیننده و پرطرفدار توسط مردم انتخاب شد و او تیکه‌های خودش رو به علی فروغی انداخت، علی فروغی از او انتقام گرفت و او رو از شبکه 3 و برنامه 90 حذف کرد. اما سناریوی حذف عادل فردوسی پور خیلی پیچیده‌تر از این است. فیز دوم که مردم به من دادن دیگه فراتر از ارزشمنده برای من، به خصوص امسال تو این سال عجیب و غریبی که من سپری کردم. مردم همیشه من مدیونشون بودم و واقعا نمیدونم با چه زبونی از مردم تشکر کنم. از خیلی منقلب شدم به خاطر تمام سختی‌هایی که کشیدم تو این سال. افشای سناریوی حذف عادل فردوسی پور از برنامه 90 بسیار پیچیده و عجیب و غریبه و برای اینکه شما بتونید راحت‌تر و بهتر این سناریوی پیچیده رو درک بکنید، از یک نمودار گرافیکی در طول این گزارش استفاده می‌کنید. عده‌ای فکر می‌کنن که این صحبت‌های پر از بغض عادل فردوسی پور و پر از کینه او علیه مدیر شبکه 3 و علی فروغی عامل حذف او از برنامه 90 شبکه 3 بود. اما داستان خیلی پیچیده‌تر از این حرف است و سناریو از سال‌های قبل چیده شده. قول دادیم هفته قبل که اون پرونده بلیط فروشی رو بررسی کنیم، پیگیری کنیم، خوبم پیگیری کردیم. ادامه حواشی قرارداد چند میلیاردی بلیط فروشی در ورزشگاه آزادی. شرکت اجرا کننده میگه جعل و کوتاهی نکرده. فدراسیون میگه تخلف شده و قرارداد باید تغییر کنه. سناریویی که از سال 96 آغاز شد، جایی که عادل فردوسی پور در انتهای مرداد سال 1396 علیه فروش بلیط در استادیوم‌های فوتبال افشا کرد. قراردادی با پورسانت نجومی، با کیفیت اجرایی بد و البته با حضور ژن‌های خوب. قرارداد شرکت برهان مبین با فدراسیون فوتبال برای بلیط فروشی مسابقات لیگ یک قرارداد BOTه، یعنی شرکت پیمانکار در مرداد ماه سال 1396 برنامه 90 پرده از یک قرارداد حیرت انگیز بین فدراسیون فوتبال و شرکت مدیریت توسعه هوشمند برهان مبین برای فروش بلیط بازی‌ها برداشت. اما ببینیم تو قراردادی که فدراسیون فوتبال با شرکت برهان مبین بسته چه سرمایه‌گذاری شده که این پیمانکار پورسانت نجومی 35% میگیره. برای اینکه بفهمیم هزینه‌هایی که برهان مبین کرده در مقابل درآمدشون چقدر بوده، فقط کافیه درآمد اونها رو از مسابقات فصل پیش استقلال و پرسپولیس بدونیم. چیزی بالای 2.5 میلیارد تومان. اصلا کاری با درآمدشون از 2 فصل پیش هم نداریم. برهان مبین فصل گذشته درآمدی داشته که تمام هزینه‌هاش رو جبران کرد. شرایط غیرقابل دفاع این قرارداد از جمله سهم پورسانت 35% مسئولان فدراسیون فوتبال وقت رو به واکنش واداشت و در نهایت پس از بحثی طولانی کفاشیان رئیس وقت فدراسیون در زمان تنظیم قرارداد ضمن پذیرفتن ایرادات و ضعف نظارت قول پیگیری این موضوع رو داد و در طول برنامه فردوسی پور چندین بار تکرار کرد که چنین قراردادی بدون وجود ژن خوب و فشارهای بیرونی قابل عقد نیست. اما شرکت مدیریت توسعه هوشمند برهان مبین متعلق به کیه؟ گرافیک و پازل ها میتونه به ما بیشتر کمک بکنه. ما گرافیک رو به 2 بخش اصلی گردانندگان اصلی و ساختار مالکیت و سهامداری تو در تو سوری تقسیم کردیم. اما مدیریت توسعه برهان مبین متعلق به کیست؟ بر اساس اسناد رسمی قوه قضاییه و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات عجیب و تو در تویی رو میتونیم از طریق این اسناد به دست بیاریم. به عنوان مثال شرکت مدیریت توسعه برهان مبین شرکت توسعه بازار صنایع خلاق برهان رو به عنوان رئیس هیئت مدیره خودش انتخاب کرد. پس قسمت دیگه پازل اینگونه تعیین میشه که مدیریت توسعه برهان مبین ارتباط مستقیمی با توسعه بازار صنایع خلاق برهان داره. و نکته جالبتر اینجاست که شرکت صنایع خلاق برهان شرکت مدیریت توسعه برهان مبین به نمایندگی آقای علیرضا شاه میرزایی به شماره ملی 128 69 66 175 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب میکنه. پس ارتباط مستقیمی باز هم بین شرکت توسعه برهان مبین
و شرکت صنایع خلاق از طریق علیرضا شاه میرزایی ایجاد میشه. اما جالب سمت علیرضا شاه میرزایی هم بدونید، شخصی که هر روز ما اون رو در صدا و سیما میبینیم. علیرضا شاه میرزایی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی میهمان ما در استودیوی گفتگوی ویژه خبری هستند. اگر تا اینجای گزارش سورپرایز نشدید، بهتر این تیکر رو با دقت گوش بدید. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین تحت مالکیت مشترک ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه چند سال پیش همین کنسرسیوم در یکی از مشکوک‌ترین قراردادهای معاملاتی تاریخ ایران برنده مزایده خرید سهام شرکت مخابرات اعلام شد. مزایده‌ای که در اون یکی از شرکت کننده‌ها به طرز نامعلومی به قتل رسید. البته نکته جالب هم وجود داره. مهدی غضنفری که وزیر دولت محمود احمدی نژاد در سال 1388 بود، در 2 تا از این شرکت‌هایی که تونسته بودن 51% از سهام مخابرات رو بخرند سهامدار بوده. علیرضا شاه میرزایی به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان امام در هر 3 شرکت نامبرده حضور داشت. همچنین به آگهی تأسیس شرکت سهامی خاص پردیس هوشمند آسمان، همون شرکتی که اپلیکیشن روبیکا رو طراحی کرده، نگاه بکنیم به نکته و اسم جالبی میخوریم. شرکت مدیریت توسعه برهان مبین به شماره ملی 10-10-40-12-285 به نمایندگی علیرضا شاه میرزایی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شد. این حضور علی شاه میرزایی در شرکت‌های مختلف به طرز مشکوکی تو در تو عجیب و غریب. روبیکا همون نرم افزاریه که در تمام برنامه‌های پربیننده صدا و سیما از جمله مسابقات فوتبال براش تبلیغ میشه. و درست همون نرم افزاریه که در نظرسنجی محبوب ترین برنامه تلویزیونی صدا و سیمای ایران به ضرر برنامه 90 عمل کرد و تقلب صورت گرفت. و همه اینها نشون میده که تمام سرنخ‌ها به یک جا ختم میشه. پس بعد گرافیک اینگونه طراحی بشه که بنیاد تعاون سپاه و سازمان اجرایی فرمان امام کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین رو تأسیس میکنن و بعد از اون سهام مخابرات رو میگیرن و بعد از اون علیرضا شاه میرزایی به عنوان شاهرگ اصلی این اتصال انتخاب میشه که علی شاه میرزایی از طرف شرکت مدیریت توسعه برهان مبین به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت پردیس هوشمند آسمان عضو هیئت مدیره میشه و پس از اون هم تقلب در برنامه 90 صورت میگیره. و عادل فردوسی پور بعد از اون تقلب این گونه واکنش نشون میده. خیلی تشکر میکنم سر این حرف حواشی که به وجود اومد از وزیر محترم ارتباطات، از پلیس فتح، از آقای دکتر میرباقری، ستاد برگزاری جشنواره که خیلی محکم وایستادند و صیانت کردن از آرای مردم که همیشه خط قرمز من بوده. ازشون واقعا سپاسگزارم. اما این پایان ماجرا نیست. نام یک شرکت سوم هم به میون میاد، شرکت مدیریت برهان نوین ابتکار که شرکت مدیریت توسعه برهان مبین به نمایندگی آقای امین کلاهدوزان رو به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب میکنه و شرکت توسعه بازار صنایع خلاق برهان رو به نمایندگی آقای محمد پرویزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب میکنه. پس این شرکت سوم حلقه اتصال اون 2 شرکت دیگه میشه و این شرکت ها رو بسیار پیچیده و تو در تو میکنه. پس باید گرافیک رو این گونه بکشیم. شرکت مدیریت برهان نوین ابتکار حلقه اتصال شرکت توسعه مدیریت برهان مبین و شرکت توسعه بازار صنایع خلاق برهانه. اما اگر برگردیم به ویدیوی عادل فردوسی پور و اشاره اون به فساد در فروش بلیط، نام شرکت مدیریت توسعه هوشمند برهان مبین به چشم میخوره. شرکتی که در اون رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت برهان نوین ابتکاره. پس باید حلقه بعدی اتصال رو به شرکت مدیریت توسعه برهان مبین، شرکت توسعه هوشمند برهان مبین نام ببریم که در اون فساد در فروش بلیط رو عادل فردوسی پور افشاگری کرده بود. کم کم داره پازل ها تکمیل میشه. قراردادی باور نکردنی که هفته گذشته همه ما رو شگفت زده کرد. قراردادی با پورسانت نجومی، با کیفیت اجرایی بد و البته با حضور ژن‌های خوب. ماجرا هنوز تموم نشده. شرکت مهر اقتصاد مبین دومین سازمانیه که بعد از کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین با هر 3 شرکت ارتباط داره. به عنوان مثال در شرکت توسعه بازار صنایع خلاق برهان، شرکت مهر اقتصاد مبین به نمایندگی آقای سید رضا حسینی عضو هیئت مدیره است. و جالبه بدونید که نام پیشین مؤسسه مالی مهر اقتصاد صندوق قرض‌الحسنه بسیجیانه. پس پازل رو باید اینطوری تکمیل کرد. حلقه اتصال 3 شرکت، مؤسسه مهر اقتصاد مبین که با نام مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان هم مرتبط. اما خالی از لطف نیست که بدونید این سازمان زیر نظر سازمان بسیج مستضعفین کار میکنه.
از طرفی تمام این سه شرکت با انجمن خیریه توسعه علم و فناوری ایرانیان ارتباط داره و مدیریت این انجمن رو محسن رفیق دوست و دوری نجف آبادی به عنوان اعضای هیئت مدیره بر عهده دارن. اما علی فروغی عصر، رئیس فعلی شبکه 3 و رئیس سابق بسیج صدا و سیما، چه ربطی به این حلقه اتصال داره؟ جالب بدید که همزمان او عضو هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی رزمندگان اسلام هم هست. هیئت مدیره که سردار غلامحسین غیب‌پور فرمانده سازمان بسیج مستضعفین هم در اون حضور داره و حلقه اتصال مؤسسه فرهنگی رزمندگان اسلام سازمان بسیج مستضعفین. و جالب بدونید که افشاگری فردوسی پور در خصوص فساد فروش بلیط منافع ستاد اجرایی فرمان امام و سپاه رو به خطر میندازه. اونها از طریق فروغ دستشانده تلاش میکنن که امکان افشاگری بیشتر رو از سر راه خودشون بردارن و در این مسیر با تقلب میلیونی در نظرسنج اون رو از دنیای رسانه دور بکنند تا توجیه بیشتری برای اخراج او از نود پیدا کنند. خب متوجه شدید که سناریوی حذف عادل فردوسی پور یا حذف یک سری افراد چقدر پیچیده و عجیب و غریب و مهندسی شده است. و این شرکت‌های پوششی و تو در تو که همدیگر رو کاور و ساپورت میکنن خیلی بیشتر از این است که من سرنخ‌های یک سری از این شرکت‌ها رو میدم، خودتون میتونید سرچ بکنید. به عنوان مثال شرکت توسعه فناوری برهان، سامان سرمایه‌گذاری هما، صندوق پژوهشی و فناوری ایرانیان و سری شرکت‌های دیگه که به صورت مهندسی نشون میدن که سناریوی حذف عادل فردوسی پور توسط بنگاه‌های قدرت و ثروت داره انجام میشه. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و نظرات خودتون رو بدید و حتما اونها رو ما مد نظر میگیریم. اگر دوست داشتید کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کنید. مرسی.